آدمایی که یهو یه تیکه از ریششون میریزه، یه تیکه از موهاشون میریزه، اصطلاحاً دوچار ریزش سکه‌ای میشن، آدمایی نیستن که فقط با یک نقص سیستم ایمنی ساده مواجه باشن. بعضی وقتا بدن آدمیزاد حرفایی رو فاش میکنه که زبان یا جرأت گفتنش رو نداره یا اصلا توان گفتنش رو نداره. اینا رد اون شباییه که با بغض و اشک و آه و گریه خوابیدی و فقط بالشت شاهد این لحظات سخت بوده. اینا رد اون چالشاییه که فقط خودت میدونی چجوری پشت سرشو گذاشتی. اینا رد اون لحظاتیه که کمرت شکست، داغ رو دلت موند. رد لحظاتیه که حقمون رو خوردن ولی کاری از دستمون بر نیامد. رد لحظاتیه که جیبمون خالی بود، جلوی زن و بچه احساس شرمندگی میکردیم ولی هیچ کسی رو نداشتیم اون لحظه به دادمون برسه. آدمی که این ردار رو بدنش داره باید بدونه که ضعیف نیست، اتفاقا خیلی قوی بوده که این ردار رو بدنش مونده ولی هنوز داره قوی ادامه میده.